رئیس نایب انقره میباشم. چنانه که با ما شما معلوم است امروز خوشبختانه در دوران استقلالی وطن تمام چورابینی های چی فرهنگی است چی سیاسی است با یک شکوه شامت خاصت تجربه دست ایستاده است و اینچنین در پیش که 28 سالگی با امضا رساندن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان است که 28 سال پر می شود از با تشبوس کمیته کار با جوانان و ورزش نزدیک‌آمد جمهوری تاجیکستان فستیوال دوستی جوانان برگزار گردیده ایستاده است که امروز 120 جوانان موفق جوانان خوش اقبال وطن از بعضی شهرها دیدن کرده ایستادند و امروز نیز چطور که ما شاهد گردیدیم این جوانان خوش اقبال وطن به ناحیه دنقره ناحیه دوستی تشریف آوردند و جوانان از قصر فرهنگ جمهوری ناحیه دنقره که سال 2019 با اشتراک بی‌واسطه محترم جناب ولی شده است که در اینجا بی‌واسطه آثارخانه محترم پیشوای معظم ملت محفوظ است از آثارخانه دیدن نمودند و تالار چورابینی گذرانی که برای 700 جای نشست است که با طرح زمانوی و هنرهای ملی و خنده‌کاری ساخته شده است از آن جلوگیری کردند و بعدا جوانان فستیوال دوستی جوانان از مؤسسه که بی‌واسطه محترم جناب ولی تأسیس کردند از آن دیدن کرده برای خود یک تأثیرات خاصه برگزیدند چون که خدمت‌های ارزنده محترم جناب ولی در این دور زمان فرزندان برآمند ملت تاجیک بودند که برای ملت برای مسیر همین ملت خدمت کردند و امروز برای جوانان عزیز ما محترم پیشوای معظم ملت سیاستمدار عرصه بین‌المللی که تجربه بانفوذ آن را امروز در عرصه بین‌المللی آموخته ایستادند و جوانان امروزه نیز آمده شناسایی پیدا کردند و من فکر میکنم که باید تأثیرات خوب و تازه به زادگاه خویش برگشته از تجربه دولت آفرینی از تجربه مردم پروری محترم جناب ولی استفاده بوده برای آینده همین ملت و همین سرزمین خدمت میکنند.